aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? استاد جانم، بسیار زیاد ترسیدم که شماره چیز نشه. اگه همراهت نباشم مهم نیست، اما همین که از دور و نزدیک ببینم که شما خوب هستین، همین احساس برام توانایی میده. محبتتان از دور احساس کردم میتونم. محبتتان نسبت به من مثل یک مادر واقعی است استاد. استاد ملکه، کاش که شما مادرم میبودین. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. حالا آسیا، همه قدر انتظار بس است. فهمیدم. آزاد بسیار وقت پیش از خان شدن منصرف شده بود. این خانواده و رسم و معذرت میخواهیم که ناوقت آمدم. مادر،
اگه اجازهتان باشد دستتان ببوسم. هر کاری که بگوین همون کارم میکنم. از خانواده و از رسم و رواج خود منصرف نمیشم. متوجه کل چیز میباشم. بالاخره به یاد خانه خود افتادی آزاد. حالا که قصد داری سرپرستی خانواده ما را بگیری و از رسوم ما پیروی کنی، باز او وقت دیگه میخوایی که لقب خانم بر داده شود. چطور آزاد؟ اما تو رس اگه شما مناسب ببینین باز بله. مادر جان، پیش از اینکه تصمیم خود بگیرین میخوایم براتون یک گپ بگویم. آزاد قبلا خودش از خانه شدن منصرف شده از این خانه رفت. امی بچیم دوران بود که تمام کارا را با دوش گرفته پیش می برد، هم خانه را و هم کار بارم. حالا دیگه وقتی کی پیدا شده آمده میخواین که لقب خانی را با آزاد بتین. باز فکر نمیکنه زحمات دوران به خاک یکسان میشه و شما برش وعده خان شدن داده بودین. اوه خدای من، آزاد چقدر ناوقت کرد. فکر نکنم کاری به استاد جان. نه خیر، آزادی کار نمیکنه. حتما میایه. شاید کارش خلاص نشده. شما ده اینجا چی میکردین خاله؟ چرا کتابچه خاطرات من میخواندین؟ ما نمیفهمیدم که یک کتابچه خاطراتت است. فکر میکردم کتابچه مکتبت است. میخواستم ببینم که چی درسایی را خواندی. خطت بسیار مقبول است. نام خدا. ده چیز مهمه نیست که بخوای او را بفهمی. تنها درد و غمای من نوشتیم. دو توانی های من. داستان زندگی من نوشتیم. یعنی همگیش حقیقت داره.
زهرا معذرت میخوایم. من کدام هدف بد نداشتم. من فقط میخواستم اتاقت تمیز کنم. وقتی کتابچه را دیدم فکر کردم کتابچه مکتبت است. اگه میفهمیدم کتابچه خاطراتت است واقعا نمیخواندمش. ازم ناراحت شدی؟ نه خیر، چرا باید ناراحت شم؟ من نمیخواستم که کس دیگه ای رو بخواد. فقط کم شرمیدم. لازم نیست که از من بشرمی دختره. چطور نشرمم؟ من چیزایی را دی نوشته میکنم که حتی بعدن خودم میشرمم. حالا دیگه یک بیگانه آمده و راز من میفهمم. تو کاملا درست میگی. ای گپایت منه، بلکه باید مادرت بفهمه. البته مام دیگه بگانه گفته نمیشم. ما زحمات و کارایی را که دوران کرده هیچ وقت نادیده نمیگیریم، اما خان بودن حق آزاد است. ایره خوب میفهمیم. آزاد منصرف شده بود. چقدر زودی را فراموش کردین؟ عوضی که عملیش کنه فرار ترجیح داده بود. کار را که دشمن ما نمیکنه او کاره. آزاد امرای استاد یک جا شده انجام دادن، حتی نام خانواده ما را با زمین زدن. این خوب بازی چی اطفال نیست. اول امرای او کار کنی، خسته که شدی پس بی. ما چی بفهمیم 2 روز بعد بازم این کار انجام بده. منصرف نمیشه. آزاد دیگه تصمیم خود گرفته. تمام مردم به این باور هستن که آزاد خان میشم. حال دیگه اگه به جای آزاد دوران خان شوه، باز کلگی پشت سر ما گپ خود زدن. کلگی خواد گفتن چطوری کار کردن. نباید به مردم وقت گپ زدن بتیم. فقط بگوی که هیچ کسی از کار آزاد خبر ندارن. تا حدی که تانست سر ما را خم ساخت. آزاد کار نکرده که باعث شرمندگی بس از دیگه. ما تصمیم خود گرفتم. لقب خانی حق آزاد است. اما او گپ مرا گوش نکده از اینجا رفت. از او خاطر حال دیگه جزای خود خواد دید. برای ما حق خان شدن آزاد و دوران مساویست. باید بفهمیم مساوی. برش لقب خانه میتم، یعنی من به صفت خان قبولش میکنم. اما ایره خو میفهمین که دیگه هیچ کس را نمیبخشم. از او خاطر متوجه کارا و متوجه گپای خود باشین. بسیار احتیاط کنین. هر قدمی را که شما میبردارین یک امتحان براتان خواد بود. فهمیدین؟ با محفل مساعدتام از طرف کرمانیا اردویتان میرین. انشالله دا اونجا سر ما را از فخر بلند خواد کردین. عزت و مقام کرمانیا را زیادتر بسازین. چی شد؟ میگه مصروف است. حتما کار داره. از این خاطر جواب نمیده. به نظر من باید مادرت بفهمه که تو چی فکر میکنی. بله، ای که چی میخوایی، در کجا هستی باید بفهمه. اگه برش نگویی کار اشتباهی میکنی. راست میگین، من اشتباه میکنم. بله،
اما من نمیخوایم برش بگویم. کسی که مرا ترک کرده رفته و در این مدت یک بارم در فکرم نشد. او حق نداره که درباره زندگی من بفهمه. بیازو اگه این همه را بخونه بازم هیچ تغییر نخواهد آمد. شاید این را فراموش کرده باشه که یک دخترم داره. تو نمیفهمی چی برای سر او آمده. ایرام نمیفهمی که او کجاست. ای که تو را چرا ترک کرده شاید مجبور بوده. اگه بفهمی شاید او را ببخشی. حتی به خاطر این احساسی که داری پشیمانم میشی. فکر میکنی یک مادر به خاطر ترک اولاد خود کدام بهانه خود داشت؟ اگر کدام بهانه هم داشته باشه چی چیز مانع شده که تا حال احوال من نگرفته؟ او حتما کدام مشکل داره که نامده. شاید هم حال مثل تو رنج میکشه. نمیخوایی که رنج او را کم بسازی؟ من چی کده میتونم؟ بگوید من چی کده میتونم؟ برش یک نامه بنویس. هر احساسی که داری، هر چیزی که فکر میکنی برش نوشته کو. گفتی نامه؟ بله، قسمی که خاطراتت نوشته میکنی. هر چیزی که میخوایی نوشته کو. هر احساسی که داری کل چیز برش بگو. اگه نوشته کنم چی خواهد شد؟ من حتی نشانی او را نمیفهمم که در کجا زندگی میکنه. چطور برش روان کنم؟ با استادت روان کن. شاید او باید کمک کنه بتونه جانم. بی بعدن باز پشیمون نشی. یک بار امتحان کن. آسیه، زهرا، حالا دیگه بیاین اینجا رو پاک کنین. تو نیا، همینجا باش، من میرم تمیز میکنم. نوجین مادر، ما پیش شما شرمنده هستم. هر چیزی که بگوین حق به جانب هستین. اما ای که دجله را از مکتب بیرون کردین هیچ راضی نیستم. اگر شما خواسته باشین باز دجله را به انقره پیش خالیم روان کنیم که در اونجا به درسای خود ادامه بده. مناسب است. فردا دجله را پیش خالیش روان کنین. شاید که در اونجا عقلش به سرش بیایه. در روی اولی چی میکنین؟ بیاین ببینین که به چیزی ضرورت داریم یا نه. میبخشین خانم، متوجه نبوده. با اجازه تان ما باید برم یک کار بسیار مهم دارم که انجام بدم. نمیخوای که دیگه اینجا باشی؟ می باشم مادر. البته که اینجا می باشه. در خانه پدر و پدر کلان خود می باشه. حالا من باید بریم. حالا دیگه بخزیم. هوش کرده باشی که ناوقت نکنی یازاد. فردا نباید کم خواب باشی. باز در محفل ناوقت خود رفتی بچیم. تشویش نکنین مادر کنم. ناوقت نمیکن. حالا دیگه شب کلتان بخیر. شب بخیر. شب بخیر. منتظر چی هستی آسیه؟ میخوایی گپای ما رو گوش کنی؟ من میفهمیدم که بالاخره یک تصمیم درست میگیری. از همیار زندگی دجله را تغییر دادی. خان بودن تو به خیر و خوبی کلگی ما خواد بود انشالله. انشالله مادر جان. انشالله. آقا آزاد، خوش آمدین. میخواین پس برین؟ میره اما دوباره اینجا میایه. بعد از یه همیشه در اینجا خواد بود. بسیار زود خانم خواد شد. راست میگین؟ آقا آزاد، شما واقعا بعد از این خان میشین؟ او وقت دیگه باز کلگی گپ شما را قبول خواد کردن. شما هیچ وقت گپ غلط نمیگین، همراه هیچ کس بدی نمیکنین.
این قسم کلگی خوشحال بودن. عروسی هیچ کس را دست نخورد نمی کنین. به همگی اجازه مکتب رفتن میتین. هیچ کس به مرگ محکوم نخواهد شد. یعنی که کلگی خوشحال بودن. بعدم خواد دیدیم جان. زن احمق تو چی کردی؟ یعنی چی که آزاد باید خان شوه؟ چیزی که از ذهنت مبرای گوشهای تا مشنوه یا نه؟ خب مادر مرا از دوران طفولیت نمیگفتن که یک روز خان میشی؟ آخرین بار برام گفتن همراه زلال عروسی که باز خان میشی نه که فراموش کردین. حالا دیگه به عروسی من وقت کم مانده. این گپ دیگه از کجا شد که آزاد باید خان شوه؟ مادر شما یک اشتباه بزرگ انجام دادین. تمامش اشتباهی میزان احمق که مادر چرا مادر؟ چرا این کار کردین؟ بچه خودتان اینجاست بازم نام آزاده گرفتین. مجبور بودم بچه مرا ببخش. چی مجبوریت داشتین؟ کی مجبورتان ساخت؟ برام بگوین. هیچ نپرس. دوران ازم هیچ چیز نپرس. اما اجازه نمیتون بچیم، اجازه نمیتون که آزاد خان شوه. باور کن هر کاری که سیستم بیایی انجام میتون. همی که او را از چشم نوجین مادر پایین انداختم کافیست. فقط منتظر یک اشتباهش هستیم. باز او وقت نوجین مادر دیگه طرف او سیل نخواد کرد. اوف مادر اوف. چیزی که میگین امکان داره؟ آزاد به خاطر خان شدن از هیچ کار دریغ نمیکنه. فکر میکنین اشتباه میکنه؟ ما او را مجبور میسازم. ما او را مجبور میسازیم که اشتباه کنه. حالا دیگه یک راه پیدا میکنیم که مانع آزاد شود تا به محفل مساعدت رفتن نتانه. تو به تنهایی خود او چوکی خواد شیشتی. همگی باید ببینن که تو تنها خانه این منطقه هستی. امروز رفتم یک دکان بسیار زیبا پیدا کردم. به خدا جهت رنگ کردنم نیست، فقط پاکاری میکنیم و در ظرف 2 روز به کار شروع میکنیم. بسیار مقبول. پدر میگفتین رستورانت میسازیم، منصرف شدین؟ نه خیر جانم، منصرف نشدیم. البته که منصرف نشدیم، فکر میکنیم که کدامش خوب تر خود بود. بچه ایم اول به دکان ضرورت داشتیم، بعداً به کار. فهمیدی یا نه؟ نشانیش جا کجاست؟ از دیگه حالا هیچ نپرس، برات نمیگم. فردا برات نشان خود دادم. راستی پدر، برفین فردا پیش دکتر میبرم. چیه پس چرا عجله داری فرمان؟ اول کارتان خلاص کنین، باز در یک وقت مناسب پیش دکتر میریم. درست است؟ نه خیر باید بی‌توجهی نکنیم. این کار بسیار مهم است. این دکانه نباید از دست بدیم بچیم. درست است؟ بیبی فردا اول میریم دکانه میبینیم و بعدا همراه برفین پیش دکتر برین. فهمیدی یا نه؟ اما من همراه آیشا کپ زدم پدر جان. او میایه همراهیم در اینجا میباشه. تازم خدا را شکر صحیح و سالم هستم. کدام روز دیگه باز خواد رفتیم و قدر مهم نیست. خوب است، هر قسم که خواسته باشی. کدام روز دیگه باز میریم.
به نظر من مادرت باید بفهمه که تو چی فکر میکنی و چی میخوایی، در کجا هستی، باید بفهمه. اگه برش نگویی کار اشتباهی میکنی. اما تو نمیفهمی چی بلای سرش آمده. ای که چرا تو را ترک کرده شاید مجبور بوده. اگه بفهمی شاید او را ببخشی. حتی به خاطر یه احساسی که داری پشیمانم میشی. شاید او هم مثل تو واقعا رنج میکشه. نمیخوایی رنج او را کم بسازی؟ برش یک نامه نوشته که او تمام چیز برش بگو. آزاد؟ چرا داخل نمی بچیم؟ نیک میخوای پس بری؟ نخواستم که ملکه بیدار شه فاطمه خواهر. بسیار زیاد منتظرت بود. از پشت کلکین دور نمیشد. اجازه بده که او را بیدار کنم، بسیار خوشخواد شد. فاطمه خواهر، او را بیدار نکن. حتی نمیخوایم بفهمه که من به اینجا آمده بودم. چرا نمیخوایی بفهمه؟ کدام چیزی شده؟ نه خیر، فعلا باید خانه برم. شب بخیر فاطمه خواهر. خداحافظ ملکه، خداحافظ. خوشی هایم، زندگیم و خوشبختیم. بسیار میخواستم که همراهی عروسی کنم. میخواستم که همراهی تو یک جا باشم، یک جا با مشکلات مبارزه کنیم. میخواستم همراهی زندگی کنم. میخواستم وقتی که تواناییش داشته باشم دستت بگیرم، وقتی ناتوان باشم سرم دشانایت بانم. انسان در زندگی خود دیگه چی میخواهد؟ من فقط تو را میخواستم. منتظر تو بودم اما نتونستم. از تو شدن نمیتونم ملکه. با تو عروسی کردن نمیتونم. تو مثل ما هستی، مرا درک خود کردی. قبل از همه درباره جانب مقابل فکر میکنی، ما هم درباره دیگرها فکر میکنم. درباره علی، زهرا، دجله، برفین و دیگرها. اونا چی اشتباه داشتن؟ چرا قدر رنج دیدن؟ زندگی اونا تباه شد. نمیفهم که چه وقت کل چیز خوب خواهد شد. تمامشان امیدوار هستن
ببینیم که اول کدامشان نجات داده میتونیم. شاید من نتانم زندگی تمامشان نجات بدم، اما کوشش خود همیشه میکنم. از او خاطر به خاطر اونا نباید امرای تو عروسی کنم، چرا که اول باید خان شوم، باید حکم کنم. گپ مرا کولگی قبول میکنه، اما گپای من خودم قبول کردن نمیتونم. ملکه مرا ببخش که ای کار کردن نتونستم. مرا ببخش. مادر، فقط مادر میگم، دیگه هیچ چیز گفته نمیتونم. شاید نخواهی که تو را مادر بگویم. اگه مرا اولاد خود میگفتی باز هیچ وقت ترکم نمیکردی. همیشه تو را مادر میگم. نام من زهرا است. شاید که نام من نفهمی. نمیفهمم که این نام تو بالایم گذاشتی یا که گلسوم مادرم شد. گلسوم مادرم گفته بود که این نام ما گذاشتیم، اما فکر میکنم که قسم نیست. چیزی که برام گفته شده بود تمامش دروغ برآمد. وقتی که مادر کسی همراهش نباشه باز دیگه بالای هیچ کسی اعتماد کرده نمیتونه. صبح بخیر. چی شده مادر؟ قسم معلوم بشه که هیچ شب نخوابیده. نه خیر، هیچ خوابم نبرد. تا صبح دهی فکر بودم که چطور مانه رفتن آزاد شوم، اما هیچ چیزی به فکرم نامد دوران جان. ما یک مفکوره دارم. راست میگی بچیم؟ چی میخوای بکنی؟ باز خود دیدین. بله سیری، ما هستم دوران. بخوایم امرایت گپ بزنم. در کجا ببینیم؟ کارت دارم. آه، صبح وقت بیدار شدی. چرا برایم خبر ندادی؟ بانش به من. بانش. آسیا خاله چرا از دستم میگیرین؟ بانین من ایره تو تکده میتونم. دخترم به خاطری که خسته نشی. تو گریه کردی؟ بله گریه کردم. حتی دیگه خسته شدیم، اما هنوزم کافی نیست. باید از دیگم خسته شوم. بانن که به حد خسته شوم که دیگه توانایی فکر کردن و دق شدن پشت اونا را نداشته باشم. یعنی که مادرم میگم. دختر مقبوله، نه که دیشب به مادرت کدام نامه نوشته کردی؟ نه خیر، نوشته نکردم. هیچ وقت برش نوشته نمی کنم. خیرت باشه، چرا عصبانی هستی؟ فاطمه خواهر، من تا هنوزم درباره دیشب فکر میکنم. آزاد نه برم زنگ زده و نه برم پیام ارسال کرده. او هیچ وقتی کار نمیکرد. کدام مصیبت سرش نامده باشه؟ حتما کدام چیز شده دخترم. اگر نی باز آزاد رای قسم از خود خفه نمیساخت. بیا بشی سبانیت نوش جان کو. بیا دیگه. دیشب وقتی که زنگ زدم جواب نداد. حتما کدام کار مهم داشته. الا دیگه دخترم شروع کو.
صبح خیر. نوش جانتان. صبح بخیر. صبح بخیر. حالا دیگه بشی. وقتی به محفل رفتین باز فراموش نکنین که به نزدیکای ما سلام مرا برسانین. فراموش نمیکنیم. بیاز هر کسی که در اونجا ما را ببینه باز حتما درباره شما میپرسه. اگر ما فراموش کنیم باز اونا به یاد ما خاطر آوردن. بار دیگه ای خیرات در خانه خود میکنیم. براشان میگم مادر کلان. بیاز کلشان در عروسی میاین. باز گپ خود زدیم. این مسئله را در روز عروسی نمانین. این مسئله نیست که فقط 2-3 دقیقه درباره‌اش گپ زده شود. باید با کلگی نشان بدین که خانهای کرمانی چه قسم هستند. هر دویتان قسم برین. باید مردم بگوین که کرمانی ها یکی نه بلکه 2 خانه خود فرستاده. هوش کرده باشین ایره نگوین که ناوقت میریم. وقتتر از خانه حرکت کنین. کسایی که به اونجا میاین شما هر دو ازشان درست پذیرایی کنین. ما فکر میکنیم که ساعت 6 حرکت کنیم. تو موتر تنیار هر دوی ما یک جا میریم. نخیر ما وقتتر بیرون میشم. باید یک جایی برم. باز برات احوال میتونم. درست است. نوجین مادر کلام. و انباری را که ما استفاده نمیکنیم فکر میکنم او را به استاد ابراهیم و ملکه بتیم کنجره صنف درسی بسازن. چی نظر دارین؟ البته اگه اجازه شما باشه. آزاد ندیدی همراه او صنف درسی چی کار کردن؟ میخوایی بالا سر ما بیایه؟ بیبی چی میگم؟ در اونجا صبح تا شام رفت و آمد مردم میباشه. هیچ کسی هیچ کاری کرده نمیتونه. از طرف شبم در اونجا محافظین میباشه. امن خواد بود. امنیت ما چطور خواهد شد؟ یک قسم مرگوت پشت ما رو خواهد گرفت. مهم نیست. ما مردم ما طرفدار خود میسازیم. یک قسم بهتر نیست. پیش از اینکه درباره استاد ابراهیم و درباره استاد ملکه فکر کنی اول درباره خانواده خود فکر کن. همه قسم میخوای خانه خدا نشان بدی؟ خان بودن این است که از محافظت و جان و مال یک شخص دست بکشی بیادر. میفهمین اطفال که دو قریه همراه ما بودن چند سال داشتن؟ 16 یا 15 سال داشتن. تمامشان به درس و تعلیم ضرورت دارن. اونا باید فعلا در مکتب می بودن درس می خواندن. اگر در قریه اونا یک صنف درسی می بود با زندگیشون کاملا متفاوت می بود. شاید هر کدامشان زندگی خدا خانواده خدا به درستی پیش می بردن. کسایی که حد خدا نمیشناسن حق ندارن گپ بزنن. وقتی که تو پیشنهاد کردی باز تمام مربوط تو میشه آزاد. زنده باشه مادر کلام. پدر تو را پیش خالت میرسانه و خودش پس میایه. اگه به چیز ضرورت پیدا کردی باز برم زنگ بزن. مجبور هستم که از اینجا برم مادر. مادر من نمیخوام از اینجا برم. میخوایم همینجا در خانه خود باشم. دخترم اگه میخوای که به درسای خود ادامه بدی باز مجبور هستی. ده اینجا نوجین مادر اصلا اجازه نمیده دخترم. خدا را شکر که آزاد به درد اجازه گرفت. اگه نه باز تا وقت عروسی دمی اتاق می بودی. حداقل اجازه بدین که بعد از عروسی دوران بیادرم برم. لباسای مام آماده است مادر. دخترم از درسات پس خود ماندی. او لباس تا باز فراغتت بپوش. گریه نکو. همه چیز خوب میشه. وقت آزاد به درت خان شد باز کلگی ما راحت خواد شده. آمادگی های عروسی تا کجا رساندی؟ بسیار وقت کم به عروسی مانده. شما تشویش نکنین. محفل سر زبانای کلگی خود بود. تمام کارا را درست انجام میدیم. امروز آخرین روز برای گرفتن لوازم عروسی است. دوران به اونجا خود رفت. پیش از غذای چاش زلاله میبینه. خوب است. دل دختره به دست بیار. اگر لباس عروسی خوششم نیایه بازم صدایت بلند نکن. بانک کل چیز به دل او شود. هر عروس خوش داره که کل چیز به خواست او پیش بره. ما دیگه میرم. بسیار کار دارم. نوش جانتان. خداحافظ بچیم. خداوند کارایت آسان بسازه. با اجازه تان.
بله. ولی آزاد تو خوب هستی؟ مرا بسیار به تشویش ساختی. من خوب هستم، تشویش نکن. میبخشی که دیشب آمدن نتونستم، یک مشکل برام پیدا شد. مهم نیست، امروز خود میبینیم. درست است. حالا پدرم و دجله را به میدان هوایی میبرم. بعد از او اگر وقت داشتم باز میبینیم. البته درست است. بیا زو از دیشب که منتظرت هستم. درست است. اول من کارهای خود خلاص کنم، باز پشتت میایم. پس وقت خوش. امی که صدای آزاده شنیدی باز بسیار راحت شدی. صداش کم خراب می آمد، اما پیشنهاد عروسی را نتانست دیشب برام بگوی، امروز خود گفت. مادر بیکه با ما بته. با ما بته خواهر جان. آماده شدی دخترم؟ خداحافظ نوچین مادر کلان. خداوند رایت باز کنه. مطمئن هستم که این کار به خیرت می باشد. خداوند او را دوباره برد برسانه زمرد. اهل صبحانه خدا خورد؟ از دیروز تا حالا هیچ چیز نخوردم. نمیفهمم این بچه را چی شده. خدایا همراه من کمک کن. در آشپزخانه لیست سودای خانه را ماندیم. وقتی کارتان خلاص شد باز همراه آسیه به بازار برین. چطور از بچه؟ دکان خوشت آمد؟ اما پدر، کرایه اینجا بسیار زیاد است، پرداخته میتونیم؟ او خدای ما، ایره بگو که خوشت آمد یا نه. دیگه شبر ما بان، فقط نظرت بگو چطور است؟ خوب است؟ البته که خوب است، از این کده دکان خوب بودن نمیتونه. درست است. چیزی را که میخواستم بشنوم مال دیگه شنیدم. خب دیگه بیادر. بله بیادر. قبال دکان ما را برای ما زود بیار. پول خدا بگو و کلیدای دکان برای ما بده. تشکر بیادر، تبریک باشه. زنده باشی. روز خوش. خوابیام تمام شد. پدری پول از کجا کدین؟ بچم، یک ضرب المثل داریم، شنیدی یا نه؟ انگور بخو اما از باغش نپرس. این پول بگی. گفتم بگی او بچه. خانم خدا بیرون ببر و هر چیزی که دلش خواست برش بگی. درست است؟ حالا دیگه تا دیروز خمانان خوردن خدا نداشتیم، اما امروز بچم، پول آمده پس روان نمیشه. برکت پول از بین نبر. تو به خدایا فکر میکنی که من هیچ پس انداز ندارم؟ حالا دیگه برو. چی سایل داری؟ برو. توبه ایره ببی، کسی که پول رد میکنه مدن پولم پیدا کردن. یک زنگ بزن. نه، پول ده حسابت رسید. بله سرانوال صاحب. بجایی که از طرف شب گریه کنی چرا به مادرت نامه نوشته نمی کنی؟ چرا به خاطرش اینقدر ناراحت میشی؟ از کجا میفهمی که من به خاطر او جگرخون هستم؟ خب میفهمم. به خاطر که ما هم دوری را تجربه کردیم. ما هم یک مادر هستم. بسیار خوب میفهمم که مادر بودن چی است و چی حسه داره. اما مادر من مثل تو نیست. درباره من هیچ فکر نمیکنه، فهمیدین؟ و من مطمئن هستم از او خاطر نوشته نمیکنم، چرا که او شاید مرا فراموش کرده باشه. مثل من باور داشته باش زهرا، مثل من. هر قدر رنجی که تو میبینی او هم میبینه.
همو قدر که تو او را یاد میکنی در فکرش هستی، او هم تو را یاد میکنه همیشه. مادر اولاد خدا تنها نمیمونه. ای که چند سال بینشون فاصله باشه، هرگز اولاد خدا فراموش نمیکنه. هر وقت باشه خود پیشش میرسانه. کافیست که یک بار یکی دیگه خدا ببینن، کافیست که یک بار با هم روبرو شون. من یک بار پیش دوستم میرم خاله. سونا؟ زهرا، تو به خاطر خریداری برآمدی؟ بله، وقت تو را دیدم خواستم ببینم و تو ازت بپرسم که چطور هستی. چطور بودم میتونم؟ راستی او چطور است؟ هیچ خوب نیست. از روزی که از حامله بودن تو خبر شده خودت در اتاق قفل کرده، حتی غذام نمیخوره. تداوی خودم ادامه نداد، دیگه پیش دکتر نمیره. بسیار کم مانده بود که خوب شوه. میخواه خدا از بین ببره، بسیار رنج میکشه. میدونی که چیز بخوره و بنوشه تا چی وقت زنده خواهد ماند؟ کسی برش چیزی نمیگه زهرا؟ همگی برش میگن. آقا آزاد همراهش چندین بار گپ زد، اما او گپ کسی را نمیشنوه. تو شاید علی به گپ تو کنه. یگانه کسی که میتونه او را سر پا استاد کنه تو هستی. تو بخواد یک بهانه پیدا کن. مام علی را در نشانی سابقه ما میارم. تو به یک شکل به خاله مقبوله یک بهانه کن. لطفاً سونا یک بار تو همراهش گپ بزن. فکر نمی کنم علی بیاید. بعد از این آمدن ما مناسب نخواد بود. تشویش نکن لطفاً. من همراهت میباشم، درست است؟ و به هر شکل که شوه علی را میارم. کافی است که تو مقبول خاله را بازی بیتی. درست است. خداحافظ. جای خوشگل گرفتی؟ گرفتم. سلام. خوش آمدی ملکه. خوش باشی. تو را تا اینجا زحمت دادم، اما چه کنم دیگر وقتا که پریشان باشم من اینجا میایم. فکرم کمی راحت میشه. دیگر چاره ندارم. اینجا برام آرامش میده. جای مقبول است. میفهمی آزاد؟ دیروز من از یاد به تشویش ساختی. معذرت میخوایم که تو را بسیار منتظر ماندم، اما مجبور بودم که به قصر برم. فرق نمیکنه. میفهمم اگه کار مهم نمیداشتی هرگز مرا منتظر نمیموندی. بسیار یک موضوع مهم است که باید برات بگویم. خب بگو، میشنوم.
برام زیاد اهمیت داری ملکه. بسیار زیباستی، متفاوت از هم هستی. ملکه، زیاد مشکل است که برات بگویم. خب پس من کارت ساده می سازم، درست است؟ ما یک جای متفاوت تصمیم گرفته بودم که ببینیم، اما خیر باشه. این که همراه تو باشم هر جای زیباست. ملکه، گفتنش برام بسیار مشکل است. بله آزاد، قبول دارم که همراه تو پیر شوم، در تمام زندگی یک جای باشیم، در غم و خوشی همدیگه شریک باشیم، همدیگه را دوست داشته باشیم. آزاد، تو خوب هستی؟ چرا قسم میبینی؟ انگشتر فراموش کردی نه؟ آزاد، تو خوب هستی؟ جانم، تو را چی شده؟ همین را نمیخواستی که برام بگویی؟ نمیخواستی برام پیشنهاد عروسی کنی؟ امکان ندارم ملکه. ما عروسی کردن نمیتونیم. خوابا این به حقیقت مبدل شدن نمیتونه. خیریت است دوران خان. در این روزا زیاد همراه ملاقات میکنی. تو کار مرا انجام بده، باز برات زیاد مزاحمت نمیکنم. بگو چی میخوایی؟ او استاد اختطاف میکنم. چرا خنده میکنی؟ اول تصمیم طبیعی اختطاف کنم از بین ببرم. من خود نفهمیدم چرا دوران. فکر میکنم برات جواب مثبت نداد. دیدی که جواب مثبت برات نمیده؟ خواستی که اول اختطافش کنی، بعد رفته او را نجات بدی که دلش به دست بیاری. همه تو نیست؟ اما باید بفهمی که او بچه کاکایت هم چشم خدا به او دختر دوخته. کارت مشکل شده. تو را از بین میبرم احمق. میکشمت. امرای ما آدم واره گپ بزن. درست است گفتم فهمیدم. قهر نشو دوران خان. توبه توبه. چیزی که میگم همین کارا کن. دیگهش مربوط تو نمیشه. فقط چند ساعت وقت داری که او را اختطاف کنی. من دیدم که تو انگشتر خریدی. میگفتی به من پیشنهاد عروسی میکنی. گوش کن ملکه، معذرت میخوایم که تو را ناامید ساخت و مرا درک کن. ما اما تو یک تصمیم داشتم، اما بعداً چی؟ بیبی اگه چیز مانع تو میشه یا کسی هست که فکر تو را تغییر میده، میتونی که برام بگویی. ما از عهده هر مشکل برآمده میتونیم. این موضوع فرق میکنه ملکه. خانواده به ما ضرورت دارن.
تو گفته بودی که هیچ کس در بین محبت ما آمده نمیتونه. هیچ کس ما را از هم جدا ساخته نمیتونه. تو برام گفتی که دوستت دارم. او فقط یک خواب بود. خوابه که به حقیقت مبدل نمیشه. ملکه قبول کن، ما با هم متفاوت هستیم. میفهمم که متفاوت هستیم، اما من فکر کرده بودم که دل ما یکی است. فکر کرده بودم از این مشکلات برآمده میتونیم. بسیار اشتباه کردم. خداحافظ. دیگه که ما خواب شو ای شوخه که ما. کم صدایت پایین بیار دختر احمق. خواب شو دیگه که ما. آی 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 آی. من به کی میگم؟ سرم درد میکنه سرم. صدای دلخراشو تو را شنیده نمیتونم. اگه ترانه نخوانم دیگه کم خواب نمیکنه خانم بیادر. وقتی طفلتون به دنیا آمد بابا میخوانم. حالا بخون. نه ترس بالای تو قر نشد. آلالو لالو لالو آلالو لالو لالو آلالو. این تابلت ها را کجا مانده تو به خدایا؟ الیف جان چی میکنی؟ گوتی کم خواب میشه بیادر. ها برفین کجاست؟ داخل رفت سرش درد میکرد. لالو لالو لالو. برفین تو چی میکنی؟ خب من برفین تو دیوانه هستی که در وقت حاملگی دوا میخوری؟ فرمان سرم زیاد درد میکرد. چی میکردم تحمل کردن نتونستم. برفین امروز شفاخانه میریم. چی؟ فرمان سرم زیاد درد میکنه رفتن نمیتونم. نه خیر امروز شفاخانه میریم. تا چی وقت دوای خود سرا نمیخوری؟ ملکه آمدی دخترم؟
که؟ تو خوب هستی؟ فاطمه خواهر هیچ خوب نیستم. هیچ خوب نیستم. ما و آزاد هیچ وقت عروسی کردن نمیتونیم. گریه نکن دخترا. بس از گریه نکن. خوش آمدی آزاد. خوش باشی استاد. بیشی چطور هستی بچه؟ خوب هستم نگه استاد. ما همراه نوجین مادر کلان گپ زدم. به خاطر او انبار همراهش گپ زدم استاد. گفت میتونین صنف درسی بسازن. خیر ببینه به خدا. پس تو چرا جگرخون هستی بچه؟ استاد ما تصمیم ما گرفتم. خان بودن قبول کردم. اما مدکه را از دست دادم. خلاصیه؟ بله جانم. ما با دیدن علی رفتم میتونم خلاصیه؟ البته که میتونی، برو. خاطر جمع باشه، من اینا رو جابجا میکنم. تشکر، زنده باشین. باید همراهت گپ بزنم. میفهمم که چی میگی زهرا. میگی که ای کارا نکن، منصرف نشو. اما دیگه نمیتونم، توانایی ندارم. حوصله‌ام به سر رفته. بار به خاطر من یک کار کن. اجازه نمیتن که من به دیدن الیف برم، اما اگه تو همراهیم باشی اجازه میتن. لطفاً. بیادر جان، ما به خاطر چی منتظر هستیم؟ به خاطر معاینه خانم بیادرت جانم. خانم بیادر مام خسته شدن. چطور کنیم دیگه؟ به خاطر طفلش باید تحمل کنه. حالا دکتر اومده باز میگه که چند ماست. آی سرم دور میخوره. فرمان لطفاً زودتر خانه بریم، سرم زیاد درد میکنه. حامل هستی، از او خاطر دور میخوره. دکتر صاحب یک دفعه معاینت کنه خوب میشی. خانم برفین، خون شما رو باید بگیرم. همراه ما بیاین لطفاً.
شاید آمدن تو بعد از سالها برم خوشبختی ببخشد. بسیار خوب است. از دیدنت خوش شدم. نمیگی آزاد؟ چی را؟ همه که کی را دوست داری؟ ما کسی را که دوست دارم تو هستی ملکه. از دوران طفولیت. چی شد استاد؟ جواب نمیده. طبعا جواب نمیده. زیاد بالا این قهر شد. ما با دیدنش بیرون بچه. خوب میشه استاد. کجاستی ملکه؟ نوجین مادر کلان، اگه اجازه تان باشه همراه زهرا میخوایم به دیدن ایلیف بریم، درست است؟ خوب است. برین اولادا. بسیار خوب فکر کردین، آفرین. به تو هم بسیار خوب است علی جان. همه تانست نوجین مادر؟ تشکر نوجین مادر. زهرا بالاخره علی را راضی ساخت که بیرون برای بسیار خوب شد مادر. ما باید زودتر خانه بریم که غذا را آماده میکنم. راستی خواهر اگه اجازه است من یک بار پیش مادرم برم. بسیار وقت میشه که او را ندیدیم. بسیار پشتش دق شده. خب تمام کارا را میکنم، تو برو خوشگذرانی کن. زود قهر نشو. برو مادر جان طبیبی. من خودم میکنم. تشکر. آی درد میکنه. شما باید عادت کرده باشین. این سیومین بارتان است. بله هیچ نمیخواستم اما شد دیگه. دستانه فشار بتین. چند ماه حامل هستن خانم؟ 1.5 ماه میشه. خانم پرستار یک دقیقه بیایین. میبخشین به من کمک میکنین؟ چی قسم؟ ببینین شوهرم فکر میکنم من حامل هستم، اما من حامله نیستم. اگه خبر شوه مرا حتما خواهد کشت. خب پس از من چی میخواین؟ خونه تانه. دخترم میفهم مزاحم شدم، اما استاد ابراهیم آمده میخواید تو را ببینه. تو دیوانه هستی چطور؟ من این کار نمی کنم. پرستار برات عذر میکنم، با من کمک خانم. فقط نام بوتل تغییر میتم، فقط همین. تو میتونی صاحب اولاد شوی، اما زندگی ما در خطر است. لطفا برات عذر میکنم که کمکم کن.
خوش آمدین استاد. میبخشین. خواهش میکنم دخترم. نمیخواستم به این وضعیت پیشتان بیایم. ما یک خانواده هستیم ملکه. روزای خوبم داریم، روزای بدم. آزاد همراه نوجین مادر گپ زده. اجازه گدامم گرفته. حال دیگه گدام از ماست. میتونیم آمادگی های خدا بگیریم. نه خیر استاد. ما دیگه توانایی ندارم. نمیخوایم از خانه برایم. نمیخوایم کاری انجام بدم. تو وقتی که بچه های بی سرنوشت هستن تو حق نداری در خانه باشی. ما مقاله های اونا را خواندیم. دوران نفر تو از خانه برآمد. همراهش استاد ابراهیم است. درست است. تعقیبش کنین. منتظر باشین که از استاد ابراهیم جدا شود. بعداً گوش کنین به او ضرر نرسان. بچه‌شن چرا نه قربان. دخترم همراهت کمک شویم؟ نه مادر پوشیدم. همیال پایین میایم. درست است. خانم عدیه، دختر دادنم چقدر مشکل است. از همیال احساس خوبی ندارم. هیچ نمیفهم چه قسم رخصتش کنم. مشکل چی مادر زلال؟ تو باید جشن بگیری. بالاخره دختر تو عروس خانواده کرمانی ها میشه. بچه او کار یک طرفه کردی؟ بله یک طرفه شد. چطور معلوم بشم؟ دوران چیز نمیگی؟ خوشت نامد چطور؟ چطور خوشش نمیایه؟ نام خدا دخترم بسیار مقبول شدی. خداوند از نظر بد نگاهت کنه دخترم. ماشاءالله مقبول شدی. مادا بیرون منتظر هستم. باقی مالان دراست میآید. تشکر خانم آباد. خسته نباشین. بسیار خوب. کاکا یک بار بیاین. کاکا ما به جلسه میریم. کدام گفتنی خود ندارین؟ خوب است. با خیر برین و با خیر بین. دوران کجاست؟ صبح برام گفت که کدام کار داره بعداً میاد. صحیح. خداحافظ. خداحافظ. دوران ما باید تو را بکشم. راستی ما کلیدای گدام باید بگیرم. ببینم وضعیتش چطور است. چی کردن؟ گرفتم کاکا. خداحافظ. سلام علیکم بیادر. استاد هیچ ضرور نیست رنگش کنیم. کاملا پاک است. بله کاملا پاک است. امروز میزم فرمایش میتم. خب اگر کدام کمبوده داریم باز بگوین استاد. نه خیر بچه. با خیر همه چیز میگیریم. درست است. اگر چیز کمبود بود برام بگوین.
هیچ مشکلی نیست. استاد، من به کتاب فروشی میرم. کتابا رو میبینم. برو دخترم. استادی کلیده بتین برش لازم میشه. زهرا ما چرا زیر آمدیم؟ یه خورای خانه شما نیست. نه که درای غلط آمدیم. حالا خود فهمیدی. تو باز کدام برنامه داری؟ خدا خیر ما را پیش کنه. سونا؟ جلسهتون بخیر بگذره. تشکر. با بهترین شکل خانواده ما را معرفی خواد کرد. شک نداریم. هیچ باورم نمیشه که درست بعد عروسی میکنم. دخترم بد است. دیگه ای که دوران کار داره. الان ما بریم، زود باش. بله دخترم. نامدن آزاد به جلسه قطعی است نی بچیم؟ براتان گفتم که نمیایه. چی بفهمم؟ من مطمئن نیستم. برش یک دام ساختیم که در جلسه شرکت کردن نمیتونه. ما در کلان ما بازم بازرده میسازه. خوب کار کردی. خوب کار کردی. قبول دارم که همراه تو پیر شوم، در تمام زندگی یک جای باشیم، در غم و خوشی هم دیگه شریک باشیم، همیشه تو دوست داشته باشم. ما میفهمم که متفاوت هستیم، اما فکر کرده بودم که دل ما یکی است. فکر کرده بودم از عهده مشکلات برآمده میتونی. اما بسیار اشتباه کردم. خداحافظ. زهرا زد کرد که من بیایم. از او خاطر آمدم. چرا؟ به خاطر چی آمدی؟ به خاطر خبر شدم که تو کاملا ناامید شدی. علی لطفاً با خودت کار نکن. به تداوی ادامه بده. به زودی ها خوب میشی. با یک باور دارم. سونا، وقت تو نباشی برای من هیچ چیز ارزش نداره. هنوزم نفهمیدی؟
نمیفهمم درباره تو نوشته کنم. تو مرا به دنیا آوردی، اما کسی که مرا رها کرده رفتم تو هستی. هم بیگانه هستی و هم از خود. شاید از همین خاطر به نام نوشته کردن معطل کردم. ایگه کجا هستی؟ چه قسم زندگی میکنی نمیفهمم. چشمهایت، مویایت چه قسم است ما طرفت رفتیم نمیفهمم. به یک دیگه خود مشابه هستیم ایرام نمیفهمم. میفهمی من میخوایم چی را زیاد بفهمم؟ همین که تو گاهیم درباره من فکر میکنی یا نه؟ اگر من بعض اوقات درباره تو فکر میکنم شاید تو هم فکر کنی. اگر بفهمم که تو یک بارم درباره من فکر کردی بسیار خوش میشم. بعداً برام بسیار ساده میشد که این همه را تحمل میکردم. میگفتم که مادرم به خاطر من فکر میکنه. علی من دیگه زندگی کردن نمیتونم. حداقل تو باید زندگی کنی. منصرف نشو. تمام خوشی تو را دیده زندگی کنم. سونا خوشی و غم فقط تو هستی. هر باره که تو را همراهی و احمق میبینم دنیا سرم تاریک میشه. کاملا دیوانه میشم. حتما قسمت ما همی بوده. بعد از چند وقت مصاحب طفل میشم. هر قدرم کوشش کنیم رای ما جداست. بله جمشید، برات بی وقت زنگ زدم میفهمم. به خاطر سونا و تشویش هستم. خواستم برات زنگ بزنم. چرا اوزن؟ سونا خوب است؟ چیزی شده؟ سونا برام گفت که پیش مادرم میرم. اگه اجازه نمیدادم ناراحت میشد. از خاطر چیزی نگفتم. اما وضعیتش چندان خوب نبود. از خاطر به تشویش هستم. درست است. من همیالی رفتم میبینم. زود باش برو. بله، شما 1.5 ماه میشه حامله هستین. تا وقت ولادت باید متوجه خود باشین. همیشه استراحت کنین. کارهای سنگین انجام ندین، درست است؟ بچش. دکتر صاحب خانمم نباید دوای خود سرانه بخورن، اما تو نیست؟ بله، اگه وضعیتتون خراب شد پیش ما به معاینه کردن بیاین. او وقت براتون دوا میتم. درست است دکتر صاحب. ما میخوایم طفل ببینم. بعد از که ببینم دکتر صاحب. 15 روز بعد وقتی به معاینه آمدین در اولتراساوند باز میبینیم جانم، درست است؟ علی، شاید آخرین ملاقات ما باشه. دیگه تو را دیده نمیتونم. برات حضور میکنم تداوی خودت ما بده. سونا، اگه من را رفته بتانم میتونی امروی من زندگی کنی؟ زندگی مشترک را که خواب دیده بودی میتونیم به حقیقت مبدل کنیم. امکان نداره علی. Gün dolandı dalı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Gelin eyle, tez günden ayırdı felek. Eyle sona gelin.
چی شد؟ شما با هم گپ زدین؟ همه چیز خوب است نی؟ نه خیر زهرا. اگه سونا نباشه زندگی ما بی ارزش است. فهمیدی؟ ای قسم نگو. اگه اجازت باشه میخوایم تنها باشم. زهرا جان، استاد ملکه بیا جانم، من میرسانمت. چطور هستی جانم؟ میخواستی کجا بری یک دانه؟ استاد ملکه علی را پیش سونا بردم که با هم گپ بزنن. یعنی چطور؟ علی دیروزا زیاد جگرخون بود. فکر کردم اگه همراه سونا گپ بزنه شاید یک ذره روحیه بگیره. حالی از جا هستن؟ نه، علی خواست که تنها باشه، از او خاطر مرا گفت برو. استاد ما به خاطر علی زیاد ناراحت میشم. با آقا آزاد زنگ بزنیم؟ میترسم که علی کدام کار غلط نکنه. درست از جانم، زنگ میزنیم. استاد ملکه زهرا پایین شو. مرا اینا کنین، اینا کنین. از من چی میخواین؟ استاد زهرا کمک بخوای. او را رها کنین. استاد من کجا میبره؟ مرا کجا میبره؟ زیا زود شو بالا شو. او را ایلا کنین. استاد ملکه ایلاش کنین. او را کجا میبره؟ استاد ملکه شما چرا بسته میکنین؟ با خون مردم تغذیه میشن همه قدر کافی نیست؟ همه قدر براتون کفایت نمیکنه ها؟ زندگیت فعلا برباد کردین، اونا رو در بدر کردین، کافی نبود؟ چوبش دیگه، چوب. حالا بیاین که برین. شما کجا میرین؟ کجا میرین؟ مرا باز کنین. مرا چرا بسته کده میرین؟ باز کنین. بیاین مرا باز کنین. کم از خدا بترسین. کمک اینجا کس هست؟ کمک کنین.
چی کدام کار شد یا نه؟ کار تمام است دوران خان، تمام شد. قسمه که تو گفتی به او هیچ ضرر نرساندیم. بسیار میخواستم که اگان ذره گوش کنی برش به تو مما گپ شما یادم آمد. باز خدا به درد سر من انداختی. گپ دراز نکن. بازات زنگ بزن. بچشم دوران خان، بچشم. بله. مرا خو به یاد دارینه آزاد کرمان. کی هستی؟ استاد ملکه را اختطاف کردم. خواستم از بپرسم که او را یگان ذره عذاب بتم یا نه. با او ضرر نرسون یادم احمق. فعلا کجاستی؟ تو از ما چی میخوای؟ کمک کنین، کسی نیست. کسی صدای من میشنوه؟ لطفاً مرا نجات بدین. کسی صدای من میشنوه؟ نجاتم بدین لطفاً. نجاتم بدین. لطفاً نجاتم بدین. بله استاد، ما پیش ملکه میرم اختطاف شدم. نه استاد، نگفتم که چی میخواید. درست است، آرام باش. نشانیش کجاست که مام کمک بخوایم بچیم؟ کجاستی قندیم؟ کجاستی دختریم؟ آسیا؟ غذا آماده است؟ بله همیال گاز خاموش کردم. راستی علی و زهران آمدن؟ میاین چند دقیقه بعد. برشون زنگ نمیزنین؟ ضرور نیست. بان که اونا تفریح کنن و کم راحت شون. تو در این کارا مداخله نکن. بله آزاد، ما اینجا رسیدم. اگر نزدیک هستی که یک جا بره. دوران ملکه اختطاف شده. ما آمده نمیتون. آزاد چی میگی؟ تو به خدایا ما خواه آمدیم. اگر نمی رسیدم ما هم رای تو میرفتم، اما خب و ما اول بتن با تشویش میشم. خدا حافظ. خوش آمدی خانزه. خانه آباد. سلام علیکم خان صاحبا. خانه آباد.
راسته خوش آمدین. خوش باشی. آزاد خانم باید می آمد. بله می آمد. در آب بود اما یک کار مهم برش پیدا شد. قند محترم نامرد شد. چرا نامدی؟ علی؟ بله آسیه خواهر. زهرا کجاست؟ زهرا تا حال نامده؟ چه قسم برایم خدایا کمک کن. خدایا برام کمک کن. کسی نیست که صدای من بشنوه. لطفاً برام کمک کنید. خدایا اینجا خاک مردم. حتما میمرم. زلال بسیار مقبول شده بود نوجین مادر. دوران حیران بود که چی بگویم. میفهمم ماشاءالله نام خدا. مادر همراه جمال گپ زدم به انقره رسیدن. دجله خوب است، کاملا خوش است، تشویش نکنین. چی وقت بخیر جمال خانه میایه؟ اگه قسمت باشه فردا. نوجین مادر، قدیم خان، زهرا نیست. علی آمد اما زهرا نامده. تو تا کجا بودی؟ به دیدن مادرم رفته بودم. زیاد تخ شده بودم. هیچ نفهمیدم که وقت چه قسم گذشت. امروز بعد از شاش من در خانه شما بودم. تو خونه آمدی. کجا رفته بودی؟ برای من دروغ بگی. من تمام روز در خانه شما بودم. کم با هم قدم زدیم. بعدن ما گفتم که میخوایم کم تنها باشم. پس کجا رفته باشه؟ فکر کردم که خانه میایه. باز فرار کرده میفهمم. حتما با استاد دسته یکی کرده فرار کرده. استاد ملکه؟ ها بله. همیشه او را فرار میته فقط که دخترش باشه. در کار او دختر مداخله میکنه. هر کار یادش داده. خانم کاکا اگه زهرا فرار میکرد من میفهمیدم. مطمئن هستم فرار نکرده. اوه خدای من، چطور خود جد؟ من چی خود کردم؟ تو را چی شده؟ به خاطر چی تشویش میکنی؟ هوا تاریک شده. او دختر خورده بیرون تنها چی خود کرد؟ قدیم خان شما کار نمیکنین؟ جواب من بده. تو تا کجا بودی؟ نه خیر. همراهی و احمق ملاقات کردی نه؟ با دیدن علی رفته بودی؟ با دیدن علی رفته بودی نه؟ مادر اولاد من بشی بازم به دیدن او رفتی ها؟ هیچ نمیشرمی نه؟ زن احمق. ما هیچ کاری نکردیم. باور کن.
تشویش نکن آزاد، پیداش میکنیم. اگه به او ضرر میرساندن حال زنگ میزدن. نه خیر استاد، نباید تو را تنها مانده. مالکا! خادو، زهرا در خانه شماست؟ چرا خبر نداریم؟ خان صاحب خدا اینجا نامده. ایلیف، خواهرت اینجا آمده بود، با ما نگفتی؟ خواهرم اینجا نامده. خان صاحب زهرا اینجا نامده. زهرا اونجام نرفته. پدر، زهرا گم شده. درست است، فهمیدم. اگه خبر شدم برات میگم. تو خوب فکر کن که زهرا کجا رفته میتونه، باز با ما هم خبر بده. این دختر همیشه قسم کارا را میکنه. عروسیام نزدیک است. حال کارای خودم مانده. باید خانم زهرا را بپالیم. تو هیچ وجدان نداری. اگه او را چیزی شود چی؟ تو کی هستی که همراه ما قسم گپ میزنی ها؟ برای دل سوختانده تو رو در اینجا به کار گرفتیم. چوب باشین. برو با پلیس زنگ بزن قدیم. باشه مادر جان. زود باش. خدایا، من خودت پناه میبرم. مرا از اینجا نجات بده. ایلیف مرا دوست داره، تو مرا دوست داری. خدایا، پدرم و مادرم چرا مرا دوست نداشتن؟ چرا اونا مرا دوست نداشتن؟ چرا دوستم نداشتن؟ مرا تنها ماندن. خدایا. مالکا! کمک کنین! مالکا! اینجا کسی نیست! کمک! مالکا! مالکا! بس هست، ما آمدم، بس هست. خدا را شکر که آمدم. اگر تو را چیز میشد باز. اگر من چیز میشد چی میشد ها؟ چی میشد؟ به تو چی فایده میرسید؟ چرا ملکه؟ تو را چیز شده؟ خوب هستی؟ دست نزن، من آرام باد. آزاد ملکه، دخترم میفهم زیاد روزهای بعد دیدی، اما باید برات بگویم. به ارتباط زهراست. زهرا را چی شده؟ از حوزه خبر آمده. زهرا گم شده. نه خیر، ما این قسم صبر کردن نمیتونم. من به پالیدنش میرم. دختر، ما به پلیس خبر دادیم، تو جای نرو، فهمیدی؟ خب چی میشه اگه من به پالیدنش برم؟ و تو چی؟ تو چرا اینقدر به خاطر زهرا تشویش میکنی؟ فقط چند روز میشه که او را میشناسی، نه که مادرش هستی که تشویش میکنی. آسیا، ما به خاطر زهرا به تشویش هستیم، اما در این وقت شب تنها برآمدن تو هیچ خوب نیست. تو در اینجا بلد نیستی. در این وقت شب ما را به مشکل گرفتار نکو. نیست. گوش کن ملکه، تو محترم در اینجا توقف دادی.
به احتمال زیاد و اون به خاطر که به تو کمک کنه از این طرف رفته باشه. بله، از راه جاده نامد. شاید به خاطر که راه کوتاه‌تر شوه از داخل جنگل رفته باشه. داخل جنگل؟ همینجا جنگل است. این را خو میفهمی که کدام طرف رفتنه؟ نمیفهمم. نمیفهمم. زهرا دخترم، من همینجا هستم. مادر تو هستی؟ بله دخترم، مادرت. بالا سیل کن. تو هستی مادر؟ براستی مرا دوست داری مادر؟ پیشم آمدی؟ من تو را دوست داشتم، بسیار دوست داشتم، بسیار زیاد دخترم. زهرا آمدم که تو را همراهیم ببرم. بعد از این همیشه یک جای می باشه. از هم جدا نمیشه. تو را هرگز تنها نمیمانم دخترم. مادر جان، مادر. مادر، من میرم دیگه میخوابم، چون صبح وقت بیدار شده نمیتونم. منتظر آمدن زهرا نمی باشی هدیه؟ حاسه برات قهوه آماده میکنه، خوب میشه چند دقیقه دیگه منتظر باش. بیا زو، اگه پیدا شوه ما را خبر میسازن. حتما کدام جایی رفته پد شده. فردا پیدا شده میایم، ما ناق بیدار میشینیم. اگه من سر حال نباشم آمادگی عروسی را کی میگیره؟ هدیه راست میگه. اگه خواب نمیکنیم حداقل خود راحت بسازیم. بخیزم مرد. درست است مادر. ای قسم سیل نکو آسیه. ما به فرار کردن او دختر عادت کردیم، تو نه آمدی باز خواد فامیدی. حالا به سرخانه جمع کو، برو بخواب. متوجه باش ملکه. بیا. زهرا! خان صاحب فرمان؟ قسمت پایین جنگلی دیدم، اونجام نبود. نه کسی میفهمه نه کسی دیدش. زهرا! در این وضعیت او را پیدا کردن نمیتونیم، تا فردا باید صبر کنیم. نه خیری کار نکنین. او را باید پیدا کنیم. دی هوای سرد و تنها ماندن نمیتونیم، باید پیداش کنیم. بسیار متاسف هستم، هیچ کار کردن نمیتونیم. هیچ کس توانایی نداره. آرام باش ملکه، خاطر جمع باش. وقتی آن وقت پیدایش میکنیم، تا صبح او را میپاریم و پیدایش میکنیم. درست است استاد؟ خودت همراه پلیسا رفته استراحت کن، ما ادامه میتیم. شما مریض میشین، برین. درست است بچه، خداوند نگهدارتان باشه. درست است، شما برین بخیر. زهرا تشویش نکن. تو را پیدا میکنیم، تنها نمیمانیم. زهرا صدای ده بکش لطفاً. ملکه بیا از این طرف.
خیرت است. در این وقت کجا میری؟ تو را چی؟ تو مسئول دروازه هستی، مسئول من نه. تا قدیم خانه اجازه نده جای رفتن نمیتونی خانم فامیلی یا نه؟ ماره ایلاکو اگه نمیفهمم همراه چی کنم؟ زهرا! مالکا ایرا بی نمیخوایم. ما بجز از درد زهرا هیچ چیز حس نمیکنم. خونه که خوبان بگی ایرا خونک میخوره، مریض میشی، چرا نمیفهمی؟ زهرا! زهرا! حالا دیگه عجله کنین. باید او را پیدا کنیم. آزاد او را پیدا میکنیم اما تو نیست. درست است مالکا، کمی آرام باش، هر طرف هم میبینیم، او را حتما پیدا میکنیم. درست است. الهیم کو زهرا کجا هستی؟ زهرا! گفتم الهیم کو، من همیانه باید بیرون برم. تا وقتی که خانم صاحب اجازه نده هیچ جای رفتن نمیتونی. نمیفهمی؟ تو چی میگی ها؟ من مثل دیگرها در این خانه زندانی نیستم. هر جایی که خواسته باشم و هر وقت که خواسته باشم میرم. چی شده؟ در این وقت شب چرا چیق میزنین؟ میخوایم برم زهرا را پیدا کنم، اما این دروازه‌بان اجازه نمیده. توبه تو چه قسم زن نافام هستی؟ برات نگفتیم که در این وقت شب بیرون رفتن نمیتونی؟ لطفاً اجازه بدین من به پالیدن او برم. اگر میخوای او دختر پیدا کنی باز برو گم شو، اما دیگه در این خانه پای تمانده نمیتونی. یا کار کو که عقلت برات میگه، یا که باید مثل رسم و رواج این خانه عمل کنی. اگر نه اینجا بوده نمیتونی. فهمیدی دختر؟ با خدا ضعف میکنم. آسیا بسیار میبخشین، به خاطر گم شدن زهرا کمی جگرخون شدم. در این وقتا همراهش زیاد اونس گرفتم. فقط بگویی که دختر خودت باشه. در ظرف درست چطور قدر اونس پیدا کردی؟ زمرد حالا دیگه او رو به اتاقش ببر. درست است مادر، بیا که بریم. زهرا! مالکا الهیم کو بس شو. مالکا اجازه بده ببینم. زهرا خواهش میکنم صدای بکش. زهرا صدای بکش. کمک! من اینجا هستم. مالکا بخیر. یک صدا را شنیدم. این خود صدای زهرا است. از این طرف آمد. من شنیدم. زود شو بخیز. آرام باش آسیا، آرام باش. اجازه بده که برم. اگه تو به اونا نگویی هیچ کسی از رفتنم خبر نمیشه. عقلت دست دادی؟ نشنیدی که نوجین مادر چی گفت؟ اگه بیرون بری باز تو از خانه بیرون میکنه. در ضمن با این کارت مرا در مصیبت میندازی. زهرا خدا میفهمه که حال او کجاست. کسی به پالیدنش رفته یا نه؟ کسی هست که او را به پاله یا نه؟ از او یک خبریاب تو حال نامده. کجا هستی؟ زهرا بس از دیگه آسیا، آرام باش. آرام باش.
درست است. من خودم ازش احوال میگیرم و برات خبر میتم. درست است. اما تو برام وعده بده که از این اتاق بیرون نمیشی. خوب است؟ درست است. ملکه متوجه باش، متوجه باش. آزاد، او زهرا است. زهرا دخترم تحمل کن. آزاد متوجه باش. زنده است. آزاد، زهرا زنده است. زهرا کجاستی عزیزه؟ کجاستی؟ دیگر نمیخوایم تو را از دست بدم. دوباره یک جای خود شدیم. دیگر جدا نمیشیم هرگز. تو میخواستی مرا به عزت و به آبرو بسازی زن ها؟ صبر که جمشید چی میکنی؟ میخوایی را بکشی؟ میخوایی تمام عمر در زندان باشی؟ اگه مرده باشه چی؟ برو دوستایی تا بشوی. من این دختر میبینم که چیزی نشده باشه. سونا بانش که بمره. او علی را از بین میبرم. او علی امروز از بین خود رفت. علی را میکشم. سونا براتان گفتم که غذای مزه‌دار بود. دیگه براتون چی بگویم؟ آزاد چرا همراهت نامد؟ او کجاست؟ گفتین آزاد؟ یعنی چی؟ شما خبر ندارین؟ از چی؟ راستش با استاد ملکه یک مشکل پیش آمد. نخواست تو تنها باشه. آزادم خواست پیشش بره. این وظیفه‌اش است. یعنی آزاد امرای تو ده او میز نبود؟ نه خیر. دیدین مادر جان؟ خدا میفهمه که استاد برش چی گفته. او استاد به خاطر گمراه ساختن آزاد چی کارایی کرده باشه. زهرا عزیزم، تو خوب میشی؟ برات وعده میتم. تحمل کن. در اینجا کسی هست؟ بله بفرمایید. آزاد بازم با وعده خود وفا نکرد. برش چند بار مهلت دادم، اما ای بارام گپ مرا در زمین انداخت. او میخواه که چی کنه زمرد؟ ما گفتیم که خان بودن حق آزاد است. دورانم پشتیبانی او را کرد. اما خان بودن قسم نمیشه. همو تو نیست زمرد. یک بار همراه بچه خود گپ بزن. همراهش گپ زده بودم. او میخواست که بره. آزادم میخواه که خان شوه. توبه من نمیفهمم که آزاد چرا این کار کرده. یک بار خانه بیایه باز ازش میپرسیم که چرا نرفته. معلوم دار است زمرد که بازم پیشی او استاد رفته. برم بگو با آزاد چند بار مهلت بتیم زمرد. برم بگو چند بار. مادر حق با زمرد است. یک بار اجازه بتین که او بیایه. باز خود فهمیدیم که آزاد چی گفتنی داره. از کجا آمدین؟ فکر میکردم در خانه هستین. زهرا را پیدا کردن فعلا در شفاخانه است. استاد آزادم امرایش بودن. گفتین زهرا؟ زهرا گم شده بود؟ بله. ملکه حالا که آمده ایم اجازه بده که تو را معاینه کنم. لازم نیست. خوب است ازشان یک اتاق میخوایم. برو استراحت کن. چطور؟ نمیخوایم. منتظر به هوش آمدن زهرا میباشم. خوب درست است. بگوین مادر.
آزاد تو چطور این کار کرده میتونی؟ چرا به اون جلسه نرفتی؟ نمیفهمیدی که او چقدر مهم بود؟ حال دیگه چی خود کردی؟ مادر زندگی زهرا و ملکه در خطر بود، رفتن نتونستم. هنوزم درباره او جلسه لعنتی میپرسن. چه قسم خان بودن است که زندگی که با ارزش است. تمامی مصیبت ها به خاطر اوستا سر ما آمده بچه. اگه تو خانه نمیایی باز ما به شفا خانه میایم. نمیخوایم که تو را امرای اوستاد یک جای ببینم. مادر خب بیا که دست روی خدا بشویم. رد نکن. بیا دیگه ملکه بیا. چطور شد زمرد خانم؟ خبر بعد از زهرا را چیزی شده؟ زهرا را پیدا کردن در شفا خانه است آسیا. گفتیم در شفا خانه است؟ اما چرا؟ او را چی شده؟ ایره دیگه نمیفهمم. دورانشان فعلا به شفا خانه میرن. تو با خدای من ایزن چیزی را پت میکنه؟ اما خدا کنه که خیر باشه. هر چی زودتر با مام خبر بده دوران. درست است مادر کلال. خان صاحب صبر کنن. چی شده؟ چی میخوایی؟ ما میخوایم همراهتان بیایم. همراه زهرا کمک خود کردم. مرام همراهتان ببریم. نوجین مادر در شفاخانه کار زیاد میباشه. اجازه بتین که همراهش کمک کنم. خوب است. حالا دیگه برو. دوران صبر کن. دست که بالا پشت من میگیرم. ما ممنوعتان شفا خانه میرم. درست است خانم کاکا. مادر همی که رسیدین به من خبر بتین. درست است بچم، درست است. بالاخره به هوش آمدی سونا؟ فکر کردم مردی. مرا بسیار به تشویش ساختی دختر. بگی کمی آب بنوش. بگی خودت بنوش. ما برم برات از یخچال یخ بیارم. ناراحت نباش. خان صاحب کار خوبه کرد. تو چطور جرأت کردی که پیش علی بری دختر؟ ملکه ای را بنوش که راحت شوی. تشکر. باز چی شده ملکه؟ نیکارگو تو را تهدید کرد. نمیفهمم. برام چیز نگفتن. مرا در درخت بسته کردن و بعدن رفتن. چهرهشان به یاد داری؟ نفرای ارگوت بودن. نمیفهمم سیری نام داشت چی نام داشت. سیری ها؟ فکر کردن اگه مرا بترسانن باز از این کار منصرف میشم. با نظرم اگه کمی بترسی خوب خواهد شد. میفهمی ارگوت تا آل 3000 ساله به قتل رسانده. آزاد مادر؟ تو هیچ گپ نمیفهمی دختر؟ برد نگفته بودم که از آزاد دور باش؟ ما اجازه نمیتونم که زندگی بچه ما تباه کنی. درست است. آرام باشین مادر، آرام باشین. بیاین میخواییم که امرایتان گپ بزنم. بیاین بریم مادر جان. بیاین دیگه مادر. بیاین مادر جان. بیبی
من خب برات گفته بودم کمی صبر داشته باش. آزاد بازم کار خدا کرد. راست گفته بودی زن. با این کارش آینده خدا خراب کرد بیچاره. فکر نمیکردم آزاد قدر احمق باشم. بسیار خوب شد. حال دیگه بچه ما خانه قصر میشه و مام صاحب امر. تو میفهمی که جلسه با نوجین مادر چقدر مهم است. باید اونجا میرفتی. مادر صدقیتان شونده شفاخانه هستیم. جیغ نظرین رسوا میشیم. ملکه به کمک ما ضرورت داشت. ما مجبور بودم که پس بیایم. در حقیقت تو به کمک ضرورت داری آزاد. او دختر تو را با گپای خود فریب میده. چشمات بدون او کسی دیگر را نمیبینه. مادر، ملکه دختر بدی نیست. شما به خاطر موضوع زهرا نسبت به او بد فکر میکنین و دیگه ای که او مرا فریب نداده. ملکه کسی است که به خاطر این مردم جان خود در خطر میندازه. مامم رایش کمک کردم اما قدر. حتی حاضر هستی به خاطر او استاد زندگی خود تباه کنی. همه تو راست برم راست بگو آزاد. اگه بجای او استاد کسی دیگه می بود باز دوباره بر میگشتی؟ مادر، ما به خاطر خانی از ملکه منصرف شده بودم. اما حال شما برم چی گفته میرین؟ دیگه ای گپارا برم نزنین لطفا. تشویش نکنین، دکتر گفت او خوب میشه. خواهرم در چاف دیده بود؟ بله، اما ما سر وقت به اونجا رسیدیم. آب باران از سر زهرا بلند شده بود. بعدش آزاد خود پایین انداخت و نجاتش داد. یک دقیقه آزاد خان زهرا رو نجات داد؟ 100% و استادم همراهش بودم. مطمئن نستم. برفین من میگم کم مانده بود که زهرا از بین بره. اما تو در فکر چی هستی؟ من خود کدام گپ بد نگفتی. بیادر مرا پیش زهرا خواهرم ببر. میخوایم او رو ببینم. خواهش میکنم. ایلیف دخترم نکه دیوانه شدی. دی وقت شب کس از خانه بیرون نمیشه. حالا دیگه برو بخواب دخترم. برو. ایلیف جان، پدرم راست میگه. برای تو آدم ایتم که فردا تو را پیش خواهرت میبرم. درست است؟ حالا دیگه دخترم برو بخواب. شب بخیر. شفا باشه. خوب معلوم میشی. خوب هستم، تشکر. کسایی که تو را اختطاف کرده بودن برات کدام ضرر خانه رساندن؟ برم ضرر رساندن. چطور این کارا کردن؟ چی میگی ملکه؟ اونا چی کردن؟ تو را لطو کردن؟ در قصه من نباش. به سر زهرای یالت آوردن. کم بود که زهرای بیچاره از بین بره. حالا دیگه میتونین زهرا را ببینین. تشکر میکنم دکتر صاحب. قربانت شام جمشید جان. کمی زودتر برو. وضعیت دختر هیچ خوب نیست. وضعیت مام خوب نیست. حالا که به شفاخانه بریم باز من با مصیبت گرفتار خواهد شدم زن. چرا در مصیبت گرفتار شوی جمشید؟ تو خو هیچ کاری نکردی جانم. من دیدم که چی شد. او زن تو چی میگی؟ نه که تو هم عقلت از دست دادی. چطور؟ سونا از زینه پایین افتید. از تو خاطری حالت به سرش آمد. من خودم دیدم. جانم، زهرا بسیار تب داری. مهم نیست استاد. همین که نفس میگیرم همین برم کافی است. در داخل او چا هیچ نفس گرفتن نمیتونستم استاد ملکه. میفهمم جانم، میفهمم. همراه آزاد کاکایت یک جا تو را میپالیدیم جانم. به خاطر پیدا کردن داون بسیار دعا کردیم. میفهمم استاد ملکه. بیازا همین دعایتان
و همین محبتتان مرا از او چون نجات داد. اگه دعای شما نمی بود باز ما وقت مرده بودم و زنده نمی بودم. جانم هوش کده باشی دیگه ای قسم نگویی، فهمیدی؟ اگر تو را چیز میشد باز ما بدونو تو چی میکدم؟ باور کو جانم، نسبت به دختر خودم همه قسم احساس میداشتم. مام همه احساس دارم استاد. مام شما را مثل مادرم دوست دارم. از همین خاطر با محبت کسی دیگه ضرورت ندارم، چون شما همراهیم هستید. بسیار جگرخون شدم آزاد. خوب شد با خیل گذشت. زنده باشی بیار. مادر کلانم گفت که هیچ تشویش نکن. کاری که تو کردی درست بود. دزم جلسام بسیار خوب گذشت. کلگی برات سلام گفته. زنده باشن. مادرم است مادر کلان. زود جواب بده. بپرس که عروس کوچک چطور است. بله مادر. بگوین که وضعیت زهرا چطور است. با تشویش هستم. خوب است بچم. فعلا او استاد همراهش است. تشویش نکو، متوجهش میباشم. درست است مادر. خدا را شکر که او خوب است. نوجین مادر من با تشویش بود. درست است. خب دیگه خداحافظ. مادر کلان وضعیت زهرا خوب است. استاد ملکام همراهش است. گفت که اونا متوجهش میباشن. استاد متوجه زهرا میباشه و آزاد بیادر تام متوجه او استاد ملکه میباشه. مترس؟ اصلا از این گپ خوش نشدم. هیچ خوش نشدم. زود شوین اتاق عملیات آماده کنین. مریض از دست خواد دادیم. حالا دیگه بچشم دکتر صاحب. آزاد این صداست کی بود؟ چی شده بودیش؟ سونار آوردن. تو چطور هستی دختر مقبول؟ خوب استم آقا آزاد. بسیار تشکر. گفتن که شما مرا نجات دادین. بازم ازتان تشکر میکنم. نه خیر جانم، خواهش میکنم. ما هیچ کار نکنیم. اگر استاد ملکه صدایتان نمیشنید باز ما تو را نجات داده نمیتونستیم. یعنی ای بود که تو را نجات داد. زهرا جان کاش که میتونستیم تو را نجات بدیم. کاش که. آقا آزاد سوناره چی شده؟ چرا به شفاخانه آوردنش؟ مامم یال دیدم گفتن که از اینه پایین افتاده. امی قسم گفتن. تو به خدای من یک عروس کوچک دگان پیش چشمای ما از بین میره. نه خیر. نیکو را همراه علی دیدن باز. بلند نشو زهرا، تو چی میکنی؟ تو نباید بلند شوی. تو چی گفتی زهرا؟ علی و سونا هم دیگر را دیدن چطور؟ بله آقا آزاد. من از سونا خواستم به خاطر که همراه علی گپ بزنه تا که علی دوباره روی بگیره و بعد تداوی خود ادامه بده. من از سونا خواسته بودم. من به سونا گفتم که بیایه. امکان داره که جمشید از گپ خبر شده باشه. او بیچاره را علت کوب کده باشه آزاد. ملکه هر کار امکان داره. اگه سونا را چیزی شوه باز من خدا بخشیده نمیتونم آقا آزاد. تو آرام باش جانم. زهرا جان هیچ چیز نمیشه. ما
خودم دیدم دکترها و پرستارا تمامشان متوجه سونا هستن. سونا خوب میشه، تو تشویش نکن. خانم پرستار یکیتان خود چیزی بگوین. خانمم خوب بشنه. خونریزی مغزی پیدا کرده، وضعیتش بسیار وخیم است. زهرا جان گریه نکو عزیزم، چیز نمیشه. گریه نکو، سونا بسیار زود خوب خواهد شد. خدا کنه استاد ملکه. تو باید استراحت کنی که هر چیزی زودتر خوب شوی جانه. حالا دیگه چند دقیقه بخواب. ما در بیرون منتظرت می باشم، درست است؟ تا که تو خوب نشیم از اینجا هیچ جایی نمیرم. کاش که همیشه همراهیم باشین. خدا جگر خون نساز. تمامش از دست بچه تو شده. از دست بچه تو سونا به این وضعیت رسیده. کم از صدای تا پایین بیار. چی میخوایی بگویی؟ علی هیچ وقت پشت سونا را اعلان نکرد. بازم یکی دیگه خود دیده بودن. اگه سونا را چیزی شوه باز قسم میخورم که علی را با دستای خود از بین خواد بردم. آرام باش. علی در این موضوع هیچ گناه نداره. اما کلگی را میفهمه که کی سونا را به این وضعیت رسونده. تو به خدا یا قسم میخورم این آدم دیوانه است. قصهش نشو. مادر شما خدا جگر خون نسازن. ما کل چیز حل میکنم. زهرا جان عزیزه، تو خوب هستی؟ خوب هستم. بسیار ترسیده بودم که تو را چیز نشه. میفهمی خاله آسیه؟ ما با مادرم نامه نوشتم. چند دقیقه پیش آزاد زنگ زده بود. گفت وضعیتش خوب است، امروز او را مرخص میکنن. خدا را شکر که او دختر نجات پیدا کرد. ها بله، او خود نجات یافت. اما ببینیم که سونا چی خواهد شد. نه سونا را چی شده ها؟ جمال علی نشنوه. دیشب او را عملیات میکردن. گفتن که خونریزی مغزی پیدا کرده. وضعیتش هیچ خوب نبود. دختر جوان است. او را چی شده؟ نه که از طفلیت قسم مریض بوده. نه خیر مادر، بخیالم که جمشید او را لط و کوب کرده بود. تو به خدای من، چرا زن عامله خود لط کرده عروس؟ هیچ نپرسین مادر، وضعیتش بسیار خراب بود. میگه علی بدنش رفته بود.
در شفاخانه جیغ زده میگفت که من علی را میکشم. گفت که سونارا علی به این وضعیت رسانده. اگه علی سونار دیده باشه اشتباه بزرگی کرده. هرچی نباشه او خانم جمشید است. اما جزایی اشتباهش جمشید دادن هم اعتراف میده. صبحتون بخیر آقا علی. صبح بخیر. بیازو دروغ میگن دیگه. علی فقط چند ساعت بیرون بود. نیک همراه زهرا به دیدن او رفته بود. مادر درباره کی گپ میزنین؟ کی دروغ گفته؟ بسیار مقبول شد. مویایت بسیار زیباست. خواهر قند من. زهرا چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم فرمان بیادر زنده باشین. ایلیف جان، خواهرت خسته نساز. جانم چطور هستی؟ خوب هستی؟ تمام شب درباره تو فکر کردیم، هیچ نخوابیدیم. همه تو نیست فرمان. ایلیف جان عزیزم، هیچ جگرخون نباش، درست است؟ بیبی خواهرتم خوب شده. حتی کاکا دکترتم گفت که امروز خانه رفتم میتونه. طفلت چطور است؟ خوب هست؟ طفلم خوب است، بخیر به دنیا میایم. یک بار دگام تو را معاینه میکنه. میره خواد دیدیم که دختر است یا بچه. اگه خواسته باشی باز تو هم همراه ما بیا زهرا جان، درست است؟ البته جانم، تو هم بیا. زهرا جان من دیگه میرم. اول طرف صنف درسی میرم، بعدش هم خانه میرم. چند ساعت بعد دکترها تو را مرخص خواد کردن، درست است؟ خداحافظ. به خاطر همه چیز بسیار تشکر استاد. شاید خسته شده باشین. بازم زندگی مرا شما نجات دادین. خداحافظ. خداحافظ. حالا بیاده که جانم. باز از ما چی را پت میکنین مادر؟ ها؟ نیک زهرا را چیز شده؟ نه خیر بچه، زهرا خوب است. امروز مرخصش میکنن. اگه زهرا خوب است باز حتما سونا را چیز شده. بچه صبر کو یک دانم. صبر کو بچه. اول به سوال ما جواب بده علی جان. دیروز به دیدن سونا رفته بودی؟ بله رفته بودم، چون نمیتونم او را فراموش کنم مادر. از این رسم رواجتان کاملا خسته شده. اعلام کنین میخوایم پیش سونا بچه. علی بچم آرام باش، صبر کن. علی بچم خوب نیست که به اونجا بریم. لطفاً مشکل خلق نکن. لطفاً گپ ما قبول کن. لطفاً پدر، خواهش میکنم مرا بانین که برم. لطفاً او فعلا به ما ضرورت داره. یا بیازه چند دقیقه بعد ما به دیدن زهرا میریم. همین که درباره سونا خبر شدیم باز بر احوال میدیم. تو تشویش نکن بچه. نرو بچه، لطفا نرو. خدای من، دخترم چرا قسم شد؟ چرا ازش مواظبت نکردی؟ فقط یک حادثه بود خانم، شاید سرش در خورده باشه.
دکتر صاحب دکتر. سونا خوب است. دخترم خوب خواهد شد. فعلا به گفتن بسیار وقت است. وضعیتش وخیم است. در ضمن طفلش هم از دست داده. هر کاری که از دست ما بیاید انجام میدیم. تشویش نکنین، هر چی که خواست خداوند باشه. آزاد یک بار دیگه از چشمای نوجین مادر پایین افتاد. بار بار اشتباه میکنه. با این کارش دیگه خان شدن نمیتونه. همی که همراه زلالام عروسی کنه باز دیگه کل چیز درست میشه. کلگی بچه ما دوران خان میگن. پادر، چرا در مورد زلال گپ میزنین؟ بیا از او فردا عروسی میکنیم، کل چیز معلوم است. همون تو گفتیم نمیخوایم که در عروسی کمی و کاستی باشه. اوف. سلام. خوش آمده. خوش باشه. خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. خوش باشه. خداوند خیرت بده باشیم. زنده باشی. شکر خوب است. شما چطور هستین؟ تمام کارا رو انجام دادیم. کلی چیز آماده است خان صاحب. تشویش نکنین. اما تو نیست داماد. پدرم میگه گوشتای قربانی رو به قریه روان کنیم. اگه ای کار کنیم ثواب میکنیم. هرچی نباشه به فقرا و مساکین کمک خود شد. اما تو نیست. درست است، روان میکنیم. اما افکوره ما و دامادم یک چیز است. نام خدا. ماشالله. دختر یک داریم. تو رو کی نظر کرد؟ حالا من چی کنم؟ دخترم از دست دادم. دکتر صاحب، دخترم خوب میشه یا نی؟ خانم، هر کاری از دست ما بیاید انجام میدیم. مقبوله. دخترم چیزی شده. مقبوله. چرا کسی با ما چیزی نمیگه؟ از تشویش دیوانا بشو. خدای مسئول را چیزی نشه. عذر میکنم. از پیشش دور میباش. ماما خواهش میکنم آره چیزی نشه خدایا. دکتر صاحب سونا خوب است. قلبش استاد شده بود، اما خدا را شکر دوباره برکت آمد. 1000 بار شکر خدایا. 1000 بار شکر خدایا.
نمیفهمم درباره شما چی نوشته کنم. شما مرا به دنیا آوردین، اما کسی که مرا رها کرده رفته بود و هم شما هستین. هم بیگانه هستین و هم از خود. شاید از امی خاطر زیاد وقت در بر گرفت که براتون نامه نوشته کنم. متوجه رفتار بچت باش آقا جمال. نام بچه من دیگه به زبانت نیار فهمیدی؟ یک اشتباه کرده. من خودم برای جزایش خود دادم، اما تو را می قسم راحت نمیمانم گفته باشم. جمال بله قربانت جوامی کار نکن. بیا فکر میکنی از تو میترسم؟ جمال لطفا جمال کمک کنین بس از دیگه لطفا نکن. کسی هست؟ پدر صبر کنین، آرام باش. بس است. از پیش من نجات پیدا نمیکنه. با حساب کارایتان ازتان میپرسم. اول باید از تو حسابی گرفته شود. و دختر بیچاره در بالا با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، اما تو در فکر چی هستی؟ حال از اینجا گم شو. غلطه که خوب هستی؟ نه خوب هستم. پدر شما چرا با او احمق درگیر شده؟ خوب هستین اما تو نیست؟ خوب هستم زنده باشی. بهتر است که ما از این طرف بریم. امرای احمق دیگر رو برو نشیم. بره در بشقاب و 7 قسم سالاد همراه روغن زیتونی یک جا باشه. هر نوع غذا موجود خواد بود. هر کی خواست مرغ بخوره و هر کی خواست دیگه چیز بخوره. البته که پلوام از یاد ما نرفته. 5-6 قسم شیرینی هم باشه. همراه میوه یک جای بیارینش. هیچ کمبودی نباید باشه. همگی تا میتونن بخورن و بنوشن. یک محفلی باشه که تا 100 سال دیگه به یاد همگی باقی بانه. مادر در میزان باید گل مانده شود. درست است دختره. تمام چوکی ها آینه دار باشه. بله چوکی های آینه دار و چراغای بزرگ فکرتان باشه. او را فراموش نکنید. اینقدر میز کفایت نخواد کرد، باید گام بیاریم. تمامش یادداشت کنه. هیچ چیز نباید کمبود باشه، اگر نه باز از غیبت های مردم خلاص نمیشیم. گفته باشه یک بار که شروع کنن عروسی را سر ما به جهنم تبدیل خود کرده. بسیار کار خوب کردی که علی را به دیدن سونا بردی زهرا جان. کم مانده بود که جمشید دیوانه سونا را از بین ببره. حالا هم میگه که علی را از بین میبرم. آی مادر بس از دیگه. با شیلا بتین لطفا. نمیخوایم بار دیگه اشتباه کنه. باید به گپای بزرگا گوش بده. فکر میکنی که سونا خوب است؟ نه خیر، سونا هیچ خوب نیست. وضعیتش بسیار خرابه زهرا. به خاطر اشتباه تو طفلش از بین رفت. معلوم نیست که سونام نجات پیدا میکنه یا نه. میفهمم تمامش به خاطر من شده. از خاطر من سونا به این وضعیت رسیده. البته که از خاطر تو شده. بعد از هیچ کار بدون اجازه نمیکنی. این باید اشتباه آخرت باشه. درباره سونا چیزی نمیگی، ولی باید بگوی که سونا خوب است. اگه او خبر شوه که وضعیت سونا خوب نیست، باز هیچ خوب نمیشه. چرا این کارا میکنن مادر؟ اگر بفهمم که شما یک بار مرا یاد کردین، او وقت بسیار خوشحال شدم. باور کنین از وقتی که خبر شده من دختر گلسوم مادرم نیستم، از همون وقت تا امروز درباره شما فکر میکنم. امیدوار هستم که یک بار به دیدنم بیایی. بیبی زهرا تحمل کردن نتونسته. زنی را که اصلا نمیشناسه برش نامه نوشته کرده. شاید از من میخواست گیره به مادرش برسانم. وقتی که احمقا پیش روی ما آمد، امکان داره اون وقت از دستش افتیده باشه. باور کنین من هیچ نمیفهمم که چی کنم. فاطمه همراه این آمد چی کنم؟ به مادرش برسانم یا نه؟ چون زهرا خودش برام گفت که دیگه در جستجوی مادرش نباشیم. دخترم اگر میفهمی که مادرش کجاست، باز این نامه رو روان کو. باید مادرشم بفهمه که دخترش اینجاست. فاطمه خواهری کارو قدر ساده نیست. اگر این نامه رو برش روان کنیم بازم فایده نخواد داشت. ملکه میگن که گوشت از ناخون جدا نمیشه. یک مادر به خاطر اولادش هر کار انجام میده. اینو فراموش نکو. بعضن
مجبور میشه که به خاطر خوشی اولادش ازش دور زندگی کنه چون آرام باشه. مادر کلان پدرمشان تا هنوز نامدن؟ شاید در راه باشن بچیم. چند دقیقه بعد میرسن. درست است. زنده باشی. اونه کلشان آمدن. خوب هستی عزیزه؟ خوب هستم خاله آسیا، زنده باشه. خوش آمدی زهرا، شفا باشه. تشکر میکنم علی. راستی وضعیت سونا چطور بود؟ چند روز دیگه در شفاخانه میمانه؟ بیا که پدر و بچه با هم کمه گپ بزنیم. درست است، بریم پدر. شفا باشه عروس کوچک. زنده باشین نوجین مادر کلان. سرپا استاد نباش. بیا بریم برات سوپ آماده کردم بخور. تو به اتاقت برو، من برات زود میارم. حال دیگه برم بگو آزاد. تو چرا به او جلسه نرفتی؟ برو زهرا جان. کمی استراحت کو یک دانم. درست است؟ نباید از جایت بلند شوی. اگه به چیزی ضرورت داشتی مرا صدا کن. تشکر میکنم خاله آسیا، شما به زحمت میشین. نه خیر جانم، زحمت چی؟ بسیار ترسیده بودم که تو را چیز نشد. کم بود به خاطر او استاد جانت از دست بدی. چیزی که شما فکر میکنین و قسم نیست. در اصل اونا جان من نجات دادن. شاید دیشب تو را نجات داده باشه، اما به نظر من از فایدهش که در ضررش برات زیاد رسیده. نه خیر، قسم نیست خاله آسیا. اگه قسم می بودم باز هیچ برام فرق نمیکرد. همین که استاده خوب باشه برام کافی است. حتی به خاطرش زندگی من فدا میکنم. راستش مادر کلان، من نمیتونم کسی از اون کمک بخواه برای جواب رد بد. فکر نکنین که ما از امرتون سرپیچی کردیم. به جای ما هر کسی که می بود همه کارا میکرد. کلگی ما میفهمیم که تو چه قسم آدم هستی. همیشه به وعده خود استاد میباشی. از او خاطر من خواستم که تو از طرف خانواده ما در او جلسه اشتراک کنی. به خاطر خان شدن یک مهلت دگان برات دادم. به خاطر شان و شوکت ما هر کمکی که از دستت بیایه در مقابل مردم فقیر انجام میدی. هیچ شک ندارم آزاد بچیم. اما به خاطر نجات دادن دو نفر در دو جای متفاوت باید تصمیم درست بگیری و به خاطر انتخاب کردن یکی از اونا باید از دگیش منصرف شوی. ایره خو میفهمی؟ تو تصمیم گرفتی که زندگی استاد نجات بدی و دوران تصمیم گرفت که به جلسه بره. اگر امروز میخواستم که لقب خانه به کسی بتم که باز تو از دست داده بودی. حالا دیگه برو متوجه کارایت باش. بعد از این هر تصمیمی که میگیری یک بار خوب فکر کن. میبخشین مادر کلان. استاد ابراهیم است. بله استاد. به خاطر زهرا دخترم زنگ زده به تشویش بودم. خوب است؟ خوب است استاد، او را به خانه آوردیم. فعلا خوب است. استاد بیاز ما میخواستم شما را ببینم. امی که آمدم کل چیزا براتون میگم.
درست است، ما هم چای دم میکنم. خب درست است استاد جان. معلوم میشه که نوجین مادر گپای خدا برش گفته. نمیبینی که آزاد چه عصبانی است؟ حالا دیگه بسیار مشکل است که خانی را از دوران بگیره. با دوران بگو که متوجه کارهای خود باشه، کدام اشتباه نکنه. دوران هوشیار است، هیچ اشتباهی نمیکنه. تو تشویش نکو قدیم. فراموش کردن کسی که دوستش داریم بسیار سخت است، ایره میفهمم. اما ایره باید قبول کنی که سونا حالا دیگه عروسی کرده بچیم. تا وقتی که تو او را فراموش نکنی سونا آرام نخواد بود. اگر او را فراموش نکنی هم خدا از بین میبری هم او را. باید یک تصمیم درست بگیری علی. این قسم هر دوتون متضرر میشین. تا وقتی که او را فراموش نکنی هیچ وقت خوش بودن نمیتونین. خب پدر، شما بگین که سونا همراهی و احمق خوش بوده میتونه؟ سونا را به کسی دادن که اصلا هیچ وقت او را دوست نداشته. او شوهرش است. سونا باید همراهش زندگی کنه. تو مداخله کرده نمیتونی. اگه به سونا ضرر برسانه، اگه به یک تار موشم ضرر برسانه، باز وقت مداخله میکنم. میرم او پیرکی احمق از بین میبرم. خدایا زندگی دختر من برش برگردان. دلتا داری دختر من برم نشان نده. استاد حال درست شد؟ درست شد بچه. پس الا داده میتوننش در 4 گوشش میغ زدیم. درست شد. خدا کنه شاگردا از این میز و تختر راضی باشن، شکایت نداشته باشن استاد. اونا میتونن که در روی تخته درسایشان نوشته کنن. او آدمای احمقام اینجا را درست بلد نیستن. اما به خاطر ملکه بسیار به تشویش هستم. نه ملکه دخترم و نه ما. از تصمیمی که گرفتیم هیچ وقت منصرف نمیشیم. هر قدر ما کار ما شوند بازم کار خیر میکنیم. با فردی کشور خدمت میکنیم. شما خود راست میگین، اما بسیار میترسم خدا نخواسته به ملکه ضرر نرسه. از این بابت بسیار پریشان هستم استاد. خداوند از ما محافظت میکنه. اونا هیچ وقت به هدفشون به خود نمیرسن. باز میبینی من میفهمم که اورگوت چرا این کارا میکنه، به خاطر که نمیخواه مردم این شهر پیشرفت و ترقی کنن. آزاد خسته نباشین استاد. خوش آمدی دخترم. تو هم خوش آمدی. خوش باشی. دخترم جگرخون معلوم میشی. نه خیر، جگرخون نیستم، اما حیران هستم که چی کنم استاد. خدا کنه خیریت باشه انشالله. زهرا به مادرش نامه نوشته کده. دهنت باز کن. خلاص یا هیچ چیز دلم نمیشه، بعدن باز میخورم لطفا. نمیشه که قسم گوش نباشی. وقت نان نخوری باز قویم نمیشی. حالا دیگه. گفتی که به مادرت نامه نوشته کردی؟ بله نوشته کردم، اما فکر میکنم که از پیشم در چه افتیده. مهم نیست، دوباره برش نوشته کو. باز کو دهنته.
من هیچ نمیفهمم که چی کنم. نامه را برش روان کنم یا نه. زهرا خبر نداره که مادرش در زندان است. اگه بفهمه نمیفهمم که چی عکس العمل نشان میده. شما خو میفهمین که چی احساس دارم. زهرا ازت خواست که نامه را روان کنی ملکه. نه خیر، او نمیفهمه که من نامه را پیدا کردیم. اما مطمئن هستم که او نامه را از همین خاطر نوشته کرده بود. دخترم، تصمیم گرفتن درباره ای که چی خوب است و چی بد بسیار سخت است. اما مجبور هستم یک تصمیم بگیرم. بهترین کاری است که در این باره همراه زهرا گپ بزنی. حالا هرچی بگوییم بیفایده است. ما نباید درباره اون نامه تصمیم غلط بگیریم. نباید کار کنیم که بعداً از عهدهش برآمده نتونیم. گوش کو چی میگم. فردا عروسی دوران است. اگر به اونجا بیایی با زهرا رام دیدم میتونی امروز گپ بزنی.